ببینید، اولا ما هیچ زبانی را زبان محلی نمیدونیم. مخصوصا زبان ترکی رو نه تنها محلی نمیدونیم، بلکه زبان اکثریت متکلمین مردم ایران میدونیم. این از این. اکثریت مردم ایران که فارسی زبان هستن آقای، هیچ آماری اینو تقویت نمیکنه. هیچ آماری هم چیزی که شما میگید رو تقویت نمیکنه. من بزرگترین جمعیتی که در ایران صحبت میکنن، بیشترین زبانی که داره صحبت میشه فارسیه. نه، قبول نمیکنم. ببینید، آمار باید داشته باشیم. نگاه کنید، فکت باید داشته باشیم. از زمانی که کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض در زمان پهلوی تصویب شده، در ماده 14 دولت‌های عضو موظف کرده که بر مبنای زبان، اتنیک و مذهب، جنسیت آمارگیری بشه، هیچ یک از دولت‌های جمهوری اسلامی و قبل اون این کارو نکردن. ولی اسناد بسیار متکنی وجود داره که یکیش جغرافیای ایران که در زمان شاه از طرف ارتش چاپ شده، اونجا توسط پناهیان نوشته شده، جغرافیای سیاسی ایران. اونجا دقیقاً با فقط روستا به رستا، شهر به شهر نشون میده که اکثریت مردم ایران ترک. دوم، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران خودش میگه که حداقل 40% مردم ایران ترکی صحبت میکنن. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگه که بیش از 70% دانش آموزان ابتدایی دو زبانه هستن. یعنی چی؟ بله، دو زبانه رو درست میفهمیم کاملا. بله، شما میگین که فارسا در اکثریتن. نه خیر، زبان فارسی خلاف حقوق بشر، خلاف تاریخ ایران، به عنوان تنها زبان رسمی ایران به همه تحمیل شده و ما این تحمیل را مخصوصا حرکت ملی آذربایجان، مخصوصا ترک ها قبول ندارن و این به معنی مخالفت با هیچ زبانی و مخصوصا زبان فارسی نیست. ما معتقد به مولتی زبان بودن ایران هستیم و معتقدیم که همه زبان ها باید در ایران رسمی بشه، مثل سوئیس، مثل اتحادیه اروپا. اون هم نشد، حداقل مثل عراق یا حداقل مثل قبل از طالبان افغانستان که 2 زبان سراسری داره، بقیه زبان ها هم در منطقه خودشون رسمی است.